واحد آموزشی یک صفحه خوش سرجو خانم چگونگی انجام کارو به شما نشون میده. ناراحت نشین، ولی میدونم خیلی از شماها از کمر شلیک میکنید و اینجا رو پر از کوچه میکنید. آخرش هم هیچی رو نمیتونید بزنید و کرف میشید. سرجو خانم نشونشون بده من چی میگه. برگرد و به هدفها شلیک کن. هدفی رو در سایت فعلا نزن. میخوام این چیزی رو بفهم. فقط از کمرت شلیک کن. فهمیدین منظورم چیه؟ همه جا پر از فشنگای موزه. باید هدفتون رو از یه جای مستحکم انتخاب و هدف گیری کنید. سرجو خاله بهش نشون بده کماندوها چطور هدفها رو میزنن. همشید توی محدودی توی هدف نشونه برید. حالا هدفتون رو بزنید باید نشسته هدف بگیرید. ممکنه هدف شما جان پناه گرفته باشه، ولی بعضی از سلاح‌ها میتونن از لایه‌ها نفوذ کنن. سرجوخه نشونتون بده. آخرین مرحله. لابد میدونید چطور از نارنجک فرق استفاده کنید. نارنجک ها رو پرت کن و چند هدف رو با هم بزن. باید نارنجک ها روی سطح قل بدید. پس قبل از این کار درست فکر کن. خیلی خوب. از کمکت متشکرم سرجوخه. حالا برو. جنرال شپرد میخواد تو رو ببین. خیلی خوب. این میخواد اول بره نشونم بدید که حالا چیه کنید. سلام سرجوخه، به پیت خوش اومدی. ژنرال شپرد میخواد گروه خاصی درست خودش برای بازدید اومده. یه لطفی کن، سعی کن اسلحه رو عوض کن. دیدی چقدر سریع شدن؟ یادت باشه عوض کردن اسلحه باید سریعتر از پورت کردن باشه. چه طرزی گرفتن؟ خیلی خوب، بریم سراغ کار. ارتش هدف‌ها بیاد جلوی چشم. نمیدونم چرا اینو اول گذاشتم. برو تو کوچه، برو درست بالای سرته، مراقب باش. هدف پشت سرته سرجوخه. در معرض دیده دشمن هستی حاله. منطقه امنه، برو تو ساختمون. اسلحه هاتو عوض کن، باید فشنگ گذاری کنی. از چاقو استفاده کن. دشمن نزدیکته، بپر پایین. زود باش، برو. برو به سمت خروجی، وقت نداری. کارت اونجا بد نبود، ولی هنوز کار داریم. خیلی خوب، حالا برو پیش هم قطارات تا دوباره برگردیم سر تمرین. خیلی خوب، برو طبقه بالا و به بقیه ملحق. همه یه واحدها سوار خودروها بشید. از اینجا میریم. گیر کرده ارتباطمون از دست دادیم. همه سوار شد، از اینجا میریم. بلند شو سرجو خاله. آجم راه رو نشون بده. برو. سرجو به اون واحد آرپیجی شدید کن. اگه اون خودشون بکنه ما هم نابود میشیم. آره نه سرجو ما اینجا عوض کن. باید بریم تو طرف رو.
1-1 هدف در ساختمان نقطه 2571 قرار داره. میخوام ساختمون رو نابود کنیم. شنیدی؟ جواب بده. تمام. روی پل چندین هدف مختلف نابودشون کنید. هدف کجاست؟ اونجا دارن روی لایه‌های پل نفوذ میکنن. عقبشون بزنن. برن میرن طرف پل. بریم جلو. بریم جلو. حالا بریم. آلن هم بیا بگی. برو توی سم. کدوم ساختمون کارمان؟ وقتش ساعت 1. دی کدومش هست؟ اون سمت چپ یا سمت راستی؟ یه خطری برای نیروی تمرینی نداره؟ بس کن. از کی تا حالا شپر نگران خطر آره عزیزم. بله خب حرکت نگاه کن. ساختمون داره میفته. شنیدم صد. واحد صد. ما داریم جلو میریم. اون رو زیادنش نکردن درگیر نشید. اینجا 101. ما داریم از خیابون الیزابت عبور میکنیم. شنیدم 101. با احتیاط میشویم. کنار هم باشید بچه. اینجا قربه داشت. مراقب کوچه ها باشید. میبندم منتظر من. میتونی ببینیش. دست کنه ببینم. همه یه بار منصور پاتفوریه. آماده درگیری باش. آماده درگیری. بریم داخل. حرکت کنید. دارن میرن اونجا تو مدرسه. از اون پنجره برو تو و طبقه آخر رو امن کن. برو. ساعت 2-1 به ساعت 2-3 دارم مدرسه رو میبینم. تمام. آبردون از جازت سنگین دشمن نیست. کمک ما کنید. تمام. دنبال من برید. با هم باشید. ساعت 2-3
اینجا تو مدرسه. سریعتر حرکت کنید. از اون پنجره برو تو و طبقه آخر رو امن کن. برو. یک به 103 دارم مدرسه رو میبینم. تمام. اوورلورد ما زیر آتش سنگین دشمنی میتونی کمکمون کنی. تمام. با هم باشین 103 ما داریم میایم. تمام. جان هدف بگیرید نابودشون کنید. دنبال من بریم. شنیدم 101. باید به 103 برسیم. حالا من بهترین دانش آموز کشورم. شنیدم. باید 103 کاری نداریم. به طرف نقطه واحد 103 میریم. تمام. حالا من بهترین دانش آموز کشورم. واحد 101 اینجا 103 چاره ای نداریم. به طرف نقطه واحد 103 میریم. تمام. شنیدم دوست. رفت توی اون کلاس. امنه کجا اومدن؟ از 101 به اوورلورد. باید 101 اینجا اوورلورده. جواب بده. باید محیط رو از دشمن پاکسازی کنیم. تازه اینجا رو گرفتیم. شنیدم باید 101 حرکت به سمت دره ادامه بدید. واحد این باید در منطقه باشه. تمام. اوورلورد ممنون می‌کنم. تمام. مراقب شریکای دشمن باشین. آماده حرکت بشین.
به واحد شاترامر با هلیکوپتر میریم. بچه ها کارتون عالی بود. سرجو خانه از این به من از من رسون. توی هلیکوپتر با توضیح میدم. بریم. آماده باشم.